انیمه خوب یعنی شخصیت‌های خوب یا حداقل قوی. چه بهتر که کل این ویژگی‌ها رو خود شخصیت اصلی انیمه داشته باشه. پس لیست امروز شامل 10 تا از قوی‌ترین شخصیت‌های اصلی میشه که از همون اول قوی بودن یا پروسه قوی شدنشون اونقدر طول نکشیده. خب پس دیگه بریم شروع کنیم. شماره 1 سایتاما از انیمه وان پانچ من. اگه انیمه رو دیده باشید میدونید که سایتاما از اول یه کارمند ساده ضعیف کسل کننده بود، ولی بعد جنگیدن با یه خرچنگ آدمکی پوفیوز که شورت میپوشید برای نجات یه بچه چونه باسنی فکر قهرمان شدن افتاد تو کلش. پس 3 سال متوالی هر روز یه سری ورزش رو که شامل 100 تا شنا، 100 تا شکم، 100 تا اسکوات و 10 کیلومتر دویدن بود و تکرار میکنه و یه روز که از خواب بیدار میشه و تو آینه نگاه میکنه خودش رو میبینه که حتی تار مو هم رو سرش نمونده و به هر چیزی که دست میزنه خورد و خمیر میشه. با بیدار شدن قدرتش ماجرای قهرمان شدن سایتاما شروع میشه. شماره 2 سونگوکو از سری انیمه دراگون بال. پسر عجیب غریبی با دم میمونی به نام گوکو که اهل یه سیاره دور از زمین بود یه روز با یه دختر جذاب به اسم بولما ملاقات میکنه. بولما که فرد نابغه زمینی بود با گوکو متحد میشه تا هر دو با کمک همدیگه 7 تخم اژدها رو پیدا کنن. تو این ماجرا گوکو توسط استادی به نام روشی تعلیم میبینه و بالاخره به قدرتمندترین جنگجوی زمین تبدیل میشه. گوکو به دلیل داشتن خون سوپر سین تو رگاش خیلی زود رشد میکنه و بعد مدتی به سطح خدا میرسه. شماره 3 موب یا کاگیاما شیگئو از انیمه موب سایکو 100. متولد شدن به عنوان قوی ترین ساحره چیز کمی نیست و همین لقب موبو خیلی خاص کرده، ولی مشکل خود موبه که اصلا از قدرتاش استفاده نمیکنه، چون یکی دو بار جلوی چند نفر استفاده کرد و اونا رو خیلی ترسوند. جدا از اون موب باور داره که با استفاده از جادو از انسانیتش دور میشه، پس همیشه سعی میکنه که مثل یه آدم عادی زندگی کنه. کلا وابستگی به قدرتاشو یه ضعف خیلی بزرگ میدونه، ولی وقتی از کنترل خارج میشه خیلی به آدم خطرناکی تبدیل میشه. تو اون حالت بهتره که هیچ کس سراغش نره و سعی نکنه اونو آروم کنه. شماره 4 مانکی دی لوفی از انیمه وان پیس. اگه بدونید پاور سیستم انیمه وان پیس شامل میوه های شیطانی و هاکی میشه. حالا لوفی هیچ که یکی از قوی ترین میوه ها رو خورده، بلکه اونو با هاکی های مختلف ترکیب کرده که باعث شده قدرتش از چیزی که هست خیلی قوی تر بشه. تازه این همه ماجرا نیست، با تعلیمات زیادی که توسط پدر بزرگش گارپ و یکی از قوی ترین دزدای دریایی شنکس دیده تقریبا به یه شخص شکست ناپذیر تبدیل شده و نسبت به خیلی از دردا سر و بی‌حس شده. شماره 5 آنوس از انیمه اوریجین. همه با کلیشه انیمه های ایسکای آشنا هستن که شخصیت های اصلی بعد تناسخ چقدر قوی میشن. آنوس یکی از این کاراکتراست. اون انقدر قویه که لقب پادشاه شیاطین رو بهش دادن. قدرت های اون از جمله قدرت فیزیکی خیلی زیاد، هوش فوق العاده بالا، سواد جادویی مثل بلد بودن تعداد زیادی ورد جادویی و سرعت باور نکردنیه. اگه راحت‌تر بخوام بگم اون میتونه یه قلعه رو مثل یه توپ بسکتبال راحت رو انگشتاش بچرخونه. شماره 6 جورنو جوانا از انیمه جوجو پارت 5. به عنوان پسر دیو براندو، جورنو از همون اولم یه فرد خاص بود و با فعال شدن استندش قادر بود که با دست زدن به هر چیز بیجون و مرده‌ای اونا رو به موجود زنده تبدیل و دوباره زنده‌شون کنه. تو گذر زمان یه اتفاق دیگه سر قدرتش میفته که چند برابر قوی تر میشه، ولی نمیگم و اسپویل نمیکنم. اگه اینقدر مشتاقی خودت پارت 5 انیمه رو کامل ببین. شماره 7 دنجی از انیمه چینسا من. تو دنیایی که اهریمنا مثل تایتانا ریختن تو شهرها و روستاها زندگی کردن خیلی سخته، ولی شخصیت اصلی ما یعنی دنجی یه جوری دووم آورده، اونم با دوست شدن با یکی از همون اهریمنا. طی اتفاق ناگواری دنجی جونش به خطر میفته، پس دوستش مجبور میشه که قلبشو به دنجی اهدا کنه تا از مرگ نجاتش بده. از اینجاست که مرد اره‌ای به وجود میاد و با یکی شدن با اون اهریمن دنجی به یه فرد نامیرا تبدیل میشه. شماره 8 میلیودس از انیمه 7 Deadly Sins یا 7 گناه کبیره. یه اهریمن 3000 ساله به اسم میلیودس خودشو به شکل انسان در میاره و زندگی بین اونا رو شروع میکنه. داشتن قدرت تاریکی به اون توانایی‌های فیزیکی و جادویی وحشتناکی میده، به طوری که بعد نقص عضو شدن عضو قطع شده رو مثل پیچ و مهره دوباره وصل میکنه. از قدرتی که داره به بهترین شکل ممکن استفاده میکنه و گروهی از قوی ترینا رو جمع میکنه، پس باهاشون متحد میشه و گروه 7 گناه کبیره رو تشکیل میده. شماره 9 ریمورو از انیمه
تنسورا. مینامی ساتورو که به عنوان اسلایم ایسکای میشه تو دنیای دیگه، به قدرتمندترین موجود اون دنیا تبدیل میشه و اسم خودش رو ریمورو میذاره. من انیمه رو ندیدم ولی فنای انیمه خودشون رو جر دادن به بقیه بقبولونن که ریمورو میتونه کل کهکشان رو نابود کنه. ریمورو تو گذر زمان متوجه میشه که یکی از کله گنده های شیاطین محسوب میشه و خیلیا به خاطر ترس از قدرتش با اون متحد میشن، ولی بالاخره با هم دوست میشن و یه باند خفن تشکیل میدن. و بالاخره شماره 10 شادو یا سید از انیمه امیننس این شادو. باید بگم که این انیمه هم ایسکاییه. گفتم که بهتره لیست رو با این کاراکتر قوی ولی متفاوت تموم کنم، چون برعکس کسایی مثل سایتاما و کاگیاما، سید شخصیت خوب داستان نیست و قدرتاشو صرفا برای خوشگذرونی استفاده میکنه، یعنی اصلا براش مهم نیست که کیو با اون قدرتا میکشه. بذارید قضیه رو شفاف کنم. کل این انیمه جذاب و دخترایی تشکیل میدن که عاشق سیدن یا ازش متنفرن. همین. خب این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که ازش لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه. اگه بیشتر از این ویدیوها میخواید حتما توی کامنت ها بنویسید و با لایک و سابسکرایبتون منو خوشحال کنید. خب پس فعلا تا ویدیوهای بعدی، جانه.